خیلی از افراد هستن که تا سن 40 45 و حتی سنین بالاتر از بچگی آرزوی خوانندگی داشتن، ولی هیچ وقت نرفتن دنبالش که صداشونو بسازن. نه اینکه خواننده معروفی بشن، صداشونو بسازن برای خودشون توی جمع خانواده بخونن، توی جمع فامیل بخونن، صرفا در همین حد. و این آرزو توی دلشون مونده. کسایی که سنشون هم پایینه خیلی در معرض این خطر هستن که همینجور هی دست بکنن و زمانشون بگذره. بنابراین من برای این 3 تا باور سعی کردم که یه ویدیو ضبط بکنم و راجبش هشدار بدم. ویدیو رو این زیر براتون میذارم، کلیک بکنید و حتما ببینیدش. یکی از ویدیوهاییه که من خیلی خودم دوستش دارم، با اینکه بازدید زیادی روی کانال نخورد، ولی واقعا از اون ویدیوهاییه که خیلی خیلی مفیده و مهمه توجه بهش.